مهم آن است که طبق چوبین خشک و بی‌جغ باشد، میگوید دیانا رحمانова، مؤسس یگانه قهوه‌خانه بیشکک که طعام‌های فارس و تاجیک را پیشکش میکند. حالا او چگونه آماده کردن قروتوب، یک طعام مشهور تاجیکی را نشان میدهد. در طبق چوبی نان فطیر را میده کرده با آن قروت آب کرده شده، گوشت بریان و سبزیجات را همراه میسازند. در آخر به بالایش روغن داغ شده زغیر را میریزند. برای او غذا یک وسیله آشنا نمودن شهروندان قرقیزستان با فرهنگ وطنش است. من همیشه از آن ناراحت بودم که درباره تاجیکستان و تاجیکان معلومات سطحی داده می شود. آنها نمیفهمند که این مردم چگونه‌اند، چی فرهنگ دارند. در اصل آنها مردم خیلی باسواد و متفکر هستند و من می‌خواستم در این باره به دیگران معلومات بدهم. И, собственно, этим мне вот как раз хотелось всегда делиться. دیانا باری اول به قرقیزستان 15 سال پیش آمده بود. پس از یک سال وی تصمیم گرفت که در اینجا بماند. او اول همچون روزنامه‌نگار کار کرده، سپس به پیش بردن لایحه‌های فرهنگی شروع نمود. میگوید قرقیزها و تاجیکان شبیه هم مهمان نواز و چهره گشادند. من فکر میکنم که از یک جهت در من یک نوع روحیه آزادی پرستی تشکل یافته است، زیرا از نگاه فرهنگی ما مردم کوچمنچین نیستیم و برای ما استواری مهم می باشد. در قرقیزستان من همیشه یک جسارت احساس میکنم، یعنی برای من قرقیزستان با جسارت، آزادی و یک نوع غرور توأم می باشد. دیانا دیگران را با تاجیکستان و در عموم با کشورهای آسیای مرکزی توسط موسیقی و اشعار، نمایشگاه و محفل‌ها آشنا میکند. در اینجا او آثار زنان هنرمند را جمع آوری میکند. از این رو در این نه تنها قهوه‌خانه بلکه مکان است که هر یک گوشه‌اش از اشیای آفریده مردم تمام منطقه عبارت است. ایده یگانگی در روی خط و یا منیو نیز دیده می شود. ویژگی ما در آن است که از نگاه ما غذا در آسیای مرکزی نه همه وقت تنها برای پر کردن شکم است. این یک امکانیت خوب است که مردم از طریق تاریخ این غذا و طعام‌ها درباره آسیای مرکزی معلومات بگیرند. دیانا از آن خوشحال است که بیشکک و دوشنبه توانستند همه بحث‌های خود را حل نمایند. و میگوید در دشوارترین زمان‌ها مرکز آنها یکی از کمترین جای‌های بود که دو کشور را به هم پیوند میکرد. ما به نزدیکی در اینجا یک کنسرت بزرگ راک را با اشتراک دو گروه از تاجیکستان برگزار کردیم و البته آنها همه شادند که نهایت شدت پس شد و ما دوباره با همدیگر رابطه را برقرار داریم. من فکر میکنم که این خیلی مهم است. دیانا اطمینان دارد که در همفکری ملت‌ها قدرت بیشتری موجود می باشد. وی با یک قرقیزستانی ازدواج کرده دو فرزندش را در اینجا به دنیا آورده است. بنابراین بیشکک را خانه دومی خود می داند، ولی خانه یکمش را هرگز فراموش نمی کند.